بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بدون شک ماه مبارک رمضان ماه ایثار بخشش و کرم است. الحمدلله امروز 400 خانواده نیازمند ما دعوت کردیم در ولایت زیبای کابل و بسای مواد خوراکی به اینا توزیع داده میشه. قسم که شما میبینین آرد است، روغن و برنج، نخود، لوبیا و مواد دیگه که البته در این پکیجشان جابجا شده است. فراموش نکنین که با پول اندک و ناچیز شما میتونین که یک رمضان خوب به نیازمندا به ارمغان بیارین. مرحله اول کاری ما که چیندن مواد بود و همچنان دعوت خانواده تمام شده است. اینا بستای مواد خدا نه انشالله میبرن به خانه. شما لینک ها رو مشاهده میکنین، حتما در این کار خیر سهم بگیرین. سلام علیکم.